روتین پیشنهادی. هر انسانی میتونه جز طبقه برنده جهان باشه. اما به یک روتین کارآمد و مفید نیاز داره. بدن انسان یکی از شاهکارهای خلقت در کل دنیاست که اگر درست به کار گرفته بشه عملکرد شگفت‌انگیزی داره. اما این دستگاه شگفت‌انگیز به رسیدگی مداوم و همیشگی نیاز داره. اکثر آدم‌ها آرزوی موفقیت رو دارن ولی بدن و ذهنشون رو با عادت‌ها و روتین‌های بد ضعیف می‌کنن و برای همینه که از چیزی که هستند فراتر نمیرند. پس اگر می‌خواهی موفق بشی نباید برنامه روزانه رو نادیده بگیری. برنامه‌ای که در این کلیپ پیشنهاد میشه خیلی پرقدرت و کارآمده. ذهن، روح و بدن رو یک قدم از چیزی که امروز هست جلو میبره، باعث بالا رفتن انرژی، بازدهی و تمرکز میشه که برای رسیدن به اهداف کاملاً بهشون وابسته ایم. اما باید قبلش هشدار بدم که این برنامه برای آدم‌های ضعیف طراحی نشده و فقط در صورتی میتونه از تمام ظرفیتش استفاده کنه که کاملاً بهش متعهد باشی. حالا بریم سراغ برنامه و قدم به قدم مرورش کنیم. قدم اول، سحرخیز باشید. اگه میخوای در زندگی جلو بیفتید، باید روز رو درست شروع کنید. یعنی باید زود بیدار بشید و آماده باشید تا با چنگ و دندون برای ساختن روزتون تلاش کنید. و یادتون نره که اولین قدم مهمترین قدم شماست. وقتی صبح از خواب بیدار میشیم، انگار با چسب دوقلو به تخت چسبوندنمون. اما اگر شوق و انگیزه ساختن یک زندگی متفاوت با چیزی که امروز هست رو داشته باشی، مثل فنر بلند میشی. کلاه خود و ذره تو میپوشی و میری به جنگ موانعی که بین تو و زندگی رویاییت قرار گرفتن. سحرخیز بودن باعث میشه گام اول رو درست برداری و باعث میشه احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی. باز هم میگم که گام اول مهمتر از گام‌های بعدیه. یک آدم سحرخیز رو زیر نظر بگیرید تا ببینید در طول روز چقدر قدرت تصمیم گیری و اراده قوی تری نسبت به بقیه داره. تیم کوک، مدیر عامل اپل، میگه من ساعت 3:45 صبح بیدار میشم. صبح زود خلوت‌ترین و پروازدهترین زمان روزه. رابین شارما، نویسنده کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها، میگه پیروزی قبل از طلوع آفتاب شروع میشه. ساعت 5 صبح سکوی پرتاب افراد نخبه است. جک دورسی، بنیانگذار توییتر، میگه من ساعت 5 صبح بیدار میشم، مراقبه میکنم و میدونم اون زمان برای من وقت تمرکزه. این آدم‌های موفق روزشون رو زودتر از 95% مردم دنیا شروع میکنند و طبیعیه که روی 95% مردم دنیا هم تأثیر میگذارند. چون میدونن که توی تخت دراز کشیدن هیچ تغییری در زندگیشون به وجود نمیاره و باعث میشه پتانسیلشون برای رشد هدر بره. قدم بعدی، برنامه روزه گرفتن. هنگام گرسنگی غریزه شما برای به دست آوردن فعالتره. مثل گرگ گرسنه‌ای که برای رسیدن به شکارش هر کاری میکنه. باعث میشه تمرکزتون بالاتر بره. حواس پنجگانه شما فعالتر بشن و روی هدفهای ذهنیتون متمرکز بشید. اما در دنیای مدرن از این ترفند، یعنی گرسنگی، چندان استفاده نمیشه. البته این به منظور این نیست که شما خودتون رو دچار سوء تغذیه کنید. اما مطمئن باشید شکم همیشه پرتیجه‌ای جز اراده ضعیف و تنبلی و سستی نداره. پس پیشنهاد میشه هر کسی که میتونه یک روزه که قوانینش رو با توجه به پتانسیل و ظرفیت بدنش طراحی کرده باشه بگیره تا توان خودش رو در برابر گرسنگی افزایش بده. و بهتره یادآوری کنیم که منظورمون از روز ماه مبارک رمضان نیست. با کلاس‌ها بهش میگن فستینگ. ما هم از روی عادت بهش میگیم روزه گرفتن. اما مواظب باشید در این روش زیاده روی نکنید. فقط شکمتون رو گورستان غذاها نکنید. و هر چند وقت یک بار بدنتون رو با گرسنگی تنها بذارید تا مرد بار بیاد. مطمئن باشید به زحمت و زرش میارزه. بریم سراغ قدم سوم، یعنی بهبود جریان خون. برای کار کردن بهینه مغز، خون باید به بهترین شکل در جریان باشه. بنابراین باید تا جایی که میتونیم جنبش داشته باشیم. فرقی نمیکنه این جنبش از چه نوعی باشه، فقط حرکت کنید. از تند راه رفتن تا رسیدن به سر کار بگیر، تا دویدن در حیاط خونه، تا ثبت نام کردن در باشگاه‌های مختلف. فقط حرکت کن و جنبش داشته باش. طی روز باید چندین بار خونت رو با سرعت زیاد به حرکت در بیاری. پیشنهاد و تجربه شخصی من، دویدن. دویدن فقط یک ورزش ساده نیست. یک رفتار عمیقاً ریشه دار در تاریخ تکامل انسان که هم از نظر جسمی و هم روانی فواید بزرگی داره. جالبه بدونید ما جز محدود موجودات زمین هستیم که برای دویدن طراحی شدیم.
چون سیستم تعریق یا همون عرق کردن داریم و میتونیم کیلومترها بدیم، در حالی که حیوانات دیگه اگر این کار رو بکنند، انقدر حرارت بدنشون بالا میره که اندامهای داخلیشون از کار میافته و میمیرند. دویدن باعث میشه هورمون استرس یا همون کورتیزول به شدت پایین بیاد و ذهن آرامتر بشه. تحقیقات نشون داده دویدن میتونه به اندازه داروهای ضد افسردگی مفید باشه. حالا میرسیم به 4مین قدم. تغذیه روح. روحتون رو با مطالعه مدیتیشن و تصویرسازی‌های مثبت تغذیه کنید. این کار به شما کمک میکنه که طی روز روی هدفهاتون متمرکز باشید. مراقبه کردن باعث میشه کمتر دچار نشخوار فکری بشید. نشخوار فکری امروزه یک مشکل همه‌گیر شده. به خاطر سبک زندگی و روابط امروز ما و خودتون میدونید چقدر آزاردهنده است. مراقبه طولانی و موفقیت آمیز باعث ترشح بیشتر سراتونین و دوپامین میشه که حس سرخوشی و اعتماد به نفس رو همراه دارند. حالا میریم سراغ قدم 5، یعنی نوشتن برنامه و اولویت بندی کارها برای روز آینده. در پایان روز اولویت‌ها و کارهای ضروری فردا رو شناسایی کنید و روی کاغذ بیارید. با این کار میتونید فردا با هدفهای روشن از خواب بیدار بشید و حداکثر استفاده رو از روزتون بکنید. و کمتر وقتتون رو هدر بدید و لازم نیست فهرست کارها رو خیلی طولانی کنید، چون همونطور که میدونید زندگی پر از اتفاقات غیرمنتظره است. و ممکنه به تمام کارهاتون نرسید و این هیچ اشکالی نداره. فقط سعی کنید تا جایی که میتونید کارهایی با اولویت بالا رو اول انجام بدید. چون میدونید که شما زمان و توان محدودی در طول روز دارید. حالا میرسیم به قدم 6، یعنی خواب. در مورد سحرخیزی و زود بیدار شدن صحبت کردیم. اما زود و به موقع خوابیدن حتی از سحرخیزی هم مهمتره. اکثر توجه ما روی بیدار شدنه. و توجه کمتری به خوابیدن و چطور خوابیدن میکنیم و این کاملا اشتباهه. 1 ساعت قبل از خوابیدن تکنولوژی رو کنار بگذارید. موبایل، تلویزیون و لپتاپتون رو کنار بگذارید. از این زمان برای تصویرسازی ذهنی استفاده کنید. و فردا رو پر از انرژی مثبت کنید. و همینطور برای نوشتن برنامه فردا. اینطوری اطلاعات به درد نخور و مزاحم امروز به فردا انتقال پیدا نمی کنند. و فردا رو همونطور که باید ببینید میبینید، یعنی یک فرصت جدید و یک زندگی جدید. سعی کنید بعد از بیدار شدن هم تا 1 ساعت سراغ تکنولوژی نرید. مخصوصاً موبایلتون. تا با اطلاعات بیفایده ذهنتون رو مشغول نکنید. میدونم چند بار تکرار کردم. اما بذارید 1 بار دیگه تکرار کنم. قدم اول مهمترین قدم کل روز شماست. روی عملکرد مابقی روز شما تأثیر میگذاره. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتیم این برنامه واقعاً قوی و اثرگذاره. و برای افراد قوی طراحی شده و افرادی که خواهان تغییر هستند. پس اگر شما هم جز این دسته هستید شروع کنید و از اثراتش لذت ببرید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید تا به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و اگه از این نوع محتوا خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در پناه خدا باشید.